در سال 1972 زنی به نام آنیتا من در ویلکینزبرگ پنسیلوانیا زندگی می‌کرد. شهری که غرق در فقر بود، کارخانه‌ها بسته شده بود و مردم برای زنده ماندن می‌جنگیدند. آنیتا مادری تنها و درمانده بود، اما کسی نمی‌دانست چه راز وحشتناکی پشت درهای خانه‌اش پنهان شده بود. فرزندانش لیلا و دوکی یکی پس از دیگری بیمار و ناگهان ناپدید شدند. آنیتا به همسایگانش گفته بود که بستگانش آنها را بردند و در شهری که هر روز خانواده ها از هم می‌پاشیدند کسی شک نکرد. اما مدتی بعد مردم متوجه تغییراتی شدند. آنیتا که همیشه فقیر بود حالا مبلمان جدید، جواهرات گران قیمت و یک ماشین نو داشت. 6 ماه بعد پلیس ویلکینزبرگ مردی را بازداشت کرد که در اعترافاتش گفت اعضای بدن را از شخصی به اسم آنیتا خریدم. وقتی آنیتا را دستگیر کردند تنها چیزی که با لبخند گفت این بود: فرزندانم برای یک زندگی خوب خودشان را قربانی کردند. اما در مجازات او در دادگاه فقط 2 سال زندان بود. برای دیدن عجیب‌ترین اتفاقهای جهان پیج دانای جهان رو لایک یا فالو کن.